سلام، من اومدم با آنباکس لبوبو. همینطور که میدونین چون جناب لبوبو هستن و فکر کنم من جز آخر نفرایی باشم که براتون اومدم آنباکسش کنم، چون از قیافش حس خوبی نمیگرفتم اصلا، نمیدونم چرا، ولی به اصرار دلینا گرفتمش و گفتم که براتون آنباکس کنم. هی میگفت من لبوبو میخوام. خب سری انرژی و رنگاش هم از ایناست. من بنفشه رو دوست دارم، سیکرتش هم باحاله، ولی حالا بریم ببینیم شانس دلینا چیه. خودشون میارن که براتون آنباکس کنن. لایک و ساب یادتون نره و بگین که دیگه چیا براتون تست کنن. بزن بریم. سلام بچه‌ها، اومدیم با آنباکسی چیه؟ لبوبو. این طرفی بگیر بچه‌ها ببینن. لبوبوه. لبوبو من مال خودم. خب دوست داری چه رنگی در بیاد اینجا ببین؟ این چه رنگه؟ بنفش. نشون بچه‌ها بده. باش کنم؟ نشون بچه‌ها بده چه رنگی میخواد؟ این میخوام. بنفشه. بنفشه میخوام. دوست دارم. ولی زرد دوست ندارم. زرد رو دوست نداری؟ نه خیر. بده کمکت کنم. نه خیر. بچه‌ها کمکم نکنی؟ من خودم باز میکنم. شانسی نیست. بعد شانسی بعد. همین. اینجا مامانم عزیزم. بده. این. آره. چرا نمیشه؟ بچه‌ها با کمکم کنی. پاره شد. پاره شد. نرمه. نشون بچه ها بده نرمه. خب حالا از اینجا چشات ببند من برات باز میکنم. خب نه نبینی ها باشه. اول بچه ها ببینم. درش بیاد. چه رنگیه؟ کارت هم داره. نشون بچه ها بده. کارت هم توشه. یه کارت. چه رنگیه؟ لبوبو آبی. آبی. سرش هم میچرده. چشمش چقدر قشنگه. خدا باشو ببینی لاک داره. لاک زدم. چه رنگی در اومد؟ آبی. خوبه؟ خوشگله؟ راضی هستی؟ آره ببین لبش سبزه، خودش آبی، کارتش هم سبزه. فکر کنم اشتباهی باید سبز بود آبی شده. لبه بچه‌ها. خوشگله؟ دوستش آره داری؟ مرسی که نگاه خدافظ. بای بای کردی؟ آره